اینا برداران عزیز اینجایی که ببینین چقدر اینجای بجا شویده اینجا برآمدین لک نماز جماعت مسجد حرام میمونین ابراهیم بسم الله ماشاءالله خاله جانی ما اومده کو ایو پارا بدرو چقدر واجبو رحمتی خدا در ویدیو میدیم این روز با اون جایی که ویدیو کردیم اون جایی نبود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما تقریبا 4700 چند متر خلاص یار اونجا برو اومده بودیم دیدین اوز رفته ایستیم اونجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز ان شاء الله که عین حال ما سفر داریم به طرف غار ثور، غاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه حضرت ابوبکر رضی الله عنه در اونجا پنهان شده بود. ان شاء الله که از اول تا آخر سیانکه میکنیم چگونه اونجا برآمده میشه و چه وقتی میبرایم و چند مساحت داره، چند کیلومتر برآمدنش. یک ویدیو پیشکی نکرده بودیم پیش، سلکش در اپیسانی میبینیم، میتونید ان شاء الله که تماشا کنین، با هم ان شاء الله که تماشا میکنیم. تمام. نمکه بالاش باید برویم. این برآمدگاه کوه با همراه حاجی ها ان شاء الله بگیم 2 کیلومتر 303 متر معلوم میشه باید برآمدن فرآمدن چند کیلومتر اینجا خلاصی گفت برآمدگاه این خیلی بزا میفروشن حاجی ها همه پیش خلاصی گفت میخیل میبرویم میخیل اینجا این پشک اخوات تا دومایگی پشک سرکن دی کفترا اینجا حضرت ها سادو کسته چی میگه حضرت خیلی عثمانی ده ها و جهان اونها خطینی حاجی ها هم ویدیو ما رو اونجا برو اومده بودیم دیدین اوز رفته ایستیم اونجا انشالله اینا با خداوند خط خوری یک جوه اینا برمده ایستیم الحمدلله. یعنی در ویدیو دی حاضر در ویدیو ختنم با ما ایستیم ماشاءالله بارک الله. خلاص دیگه باز میبرویم برآمدن ده اوجا رستیم میگن افشین چه خیلی برآمدن راه چه خیلی راه این نمیخیله. خلاص دیگه بسیاری ها اگر پیرسال باشن بعضیاتون بعضی پیرسال هستن جوانا در بقوتن خلاص دیگه نمیخیله. بعضی راهاش با خوبتره بعضی جوش با بدتره. کم کم میبروی ای بالا تماشا منی دروغ هرکی که بوته بود بفره نشده بعضی جوش علف داره خاکی همش سنگه خاک ده هیچه چی میکوه این واسه تا به تختان بینین اینجا یکان جاش ده خاک هم باشه ده هفته و قراق میسوزه سنگ میشه الحمدلله. رفتیم دوام این اینجا این استابتین یک بفرش دیکو استابتی بفرش دیکو اینجا قالین موندگن یا باش همه پرتای کم که دم میگیری انشالله که استراحت میکنی بعد دلش میره. همه خاله ها ما بگو ضرور دارین سنکش نکی سنکه چوکه خاله جان بفره نشدی این قاق بفره شدی حالا قفا فینو قطعی چه خدیش اینه ما تا اینجا رو آمدیم خدا میدونه اپرات ما کامرا جخ نجخ در اوجا عثمانی ها و کم که شستری کن ما اجداد که این زنکاره که ما بیان یا جا بریم. خلاصی گفت اینه ما لکه چند کشید 700 متر نمومیم دلش میریم. ای هندو های برای سحر وجود با چراغ کنه ده یا برای واسه هم یارم جدگار رو استفاده میبرن بعد این خیلی دیگ بزنه خیرات کنه ده همون چی را نعوذ بالله خدا نیابان باشه دلش میریم عراق که هم نبیدم شما را خلاصی گفت اینا یار دایره بکیم خیلی دم گرفتن اینا اینم خیلی
مشقتی داره. خلاص گپ 90 کیلومتر برآمدیم. دلش میریم. حاجی با چا کده بفرشیده؟ آخه جا بواری نیست که نگیرن شو. ای حضرت خلاصی گپ کی الحمدلله به همش روزاداری قینه عذاب میکش کمک در اینجا حضرت پل میگه کی پلا را نشونشتی راه را تازه مینه میگه پل مته خلاصی گپ پلا تصمیمی ها میگیریم برای روز اشکویی را انشاءالله. خلاصی گپ در آینده شاید که اینجا راه شوه ویدیو کرده بودیم متاسفانه ولی سازش نه کانال بالاتر بیم شاید راه ساز کار نوشه رفتیم اینجا لیسنسه نیست. خلاصی گپ سنگوش کسگیان ریختگیان همین خیلی برویده اگر پا کم که قوت نکنن یا ایسی و سمیره. خلاصی گپ به احتیاط آیسته آیسته میبره سرچمه نمیشه لیک آدم روزدار ده خوب نیسته به خاطر که در تن نفس خودش ظلم میکنه الکه وجه حلقه قاق شدگین گپ زای سوزا نمیشه. حسین که کامera چه ببینیم ساعته اینجا ساعت دیده میشه. ساعت متاسفانه لوبای جای مکه تقریبا دیده میشه. بیا رفتیم اینی خیلی جر اینی خیلی میبرو اینشا امته حاجی اجر خیلی میبرو راست دو تری بسم الله اگر یوش باشیم خیلی دویده کم میبروی اگر پیر باشی آسته آسته میبروی. بیا رفتیم الحمد باری کامل دارم تا تروز قطع عبدالرزاق مومن تو مضمون میبرویم خیلی اشوشینی ماشینی این قدمای رسولو های با یکان سامنه نی باید باشه. بیا رفتیم. خلاصی گپ کی کسی که سیگارت کش باشه زورش میاد کمکک به همون خاطر هر کس سیگارت پرت این قطعی ناست انشاءالله که آرام سپاکانه میبروین. اپراتور ما که سجله و جلدکش در گرفته سیام که کنه تونسته استه این اشیاء که از خچه با کاستوم کلاسیکه شیری نرایی بیا این پیشکای جراحت که ایستن شسیان که شبی ماشاءالله یون باش پرت سکو بیا لالا کنیم مثل ابو هریره وری ماشاءالله خور افتوا که خورکی جا گرم میشه اپت بازی نکردیم که من دستی خوب ندارم پیش برا که هنگم نمون الحمدلله رفتیم داشت نیز دایم سه مقصد که حاضر خیلی ترپینکش کردگیان چقدر عذاب و مشقت برآمدن که ما حالی بعد از بانداد اومدیم اما فکر کنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در او گرمی در این خشکی جا بگیم قدر گرم بود وقتا راه نبود جای سایگی نبود از مشرکان مکه پنهان چیده بودند با همراه حضرت ابوبکر رضی الله عنه یعنی اونها چقدر در اسلام خدمت کردند که الله سبحانه و تعالی برای اونها آیت نازل کرد که الله از اونها راضی هستند
و اونها از الله سبحانه و تعالی راضی هستند. باید ما و شما را در دین اسلام خدمت کنیم تا اینکه الله گناه های ما و شما را عفو و مغفرت کنه و وارد جنت میکنه به همراه صالحین که الله میفرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین و آنانی که میگه ایمان آوردن و عمل صالح کردن زده است که وارد جنت میشوند به همراه صالحین. صالحین در اینجا پیغمبرها هستند، اولیاء الله هستند، دوستای الله هستند و صحابه ها هستند. خدا کنه که ما و شما از اون جمله شیم به همراه صحابه ها و به همراه تابعین تبع تابعین یک جای ان شاء الله باشیم. دوام میتیم راه کفتر کار بچه خشوانه ماشاءالله تبارک الرحمن. جای آو میکنه، ساگ میکنه، میتد میخری، دلش قدم میزنی. متاسفانه روزه داریم، از آبا محرومیم. کرده استن ولی باز ما یه خیلی توغری میشین دو بالاتر جای ماشین راه هست توغری میشین. آرام خطا آرام که جنگ نکه مایله اکه پشتی ترا گرفتن زنگ تبگی این زنه گیزله جنگ نکه آرام 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 یه قرش پس نمیشه اکه بشی قرد پس میشه بشی بشی آرام 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 یه بزنش بمره فقط با خوبی را نبده پیشه میگیریم بزنش رفته برای که از میکشته زنه گیزله ماشاءالله تبارک الرحمن. در اینجا دوایند انشاءالله که ماشین رو میبروین آسون ترش میکنن کم دیگه وقت در کار دن یکنین خیلی علاش روز تازه کردگین انشاءالله که در آیند آسون میشه برامدن. به حد هفتاوی گرمه ولو اینکه ساعت 7:52 های اوجه 24 گرادوس گرمه. شاید که زیادتر هم گرمتر باشه شک نیست. Osta. دایه افسوس که نی خیلی برمدنش کم دشوار. هیچ بگم اتمسفر زمینی و طرفا را میبینی به نهایت بزیبه. بعد که جا نوسنم نظام نازیم سیانکه که خانه‌ها خیلی بزیبه هن. بیا که بریم که نازیم این طرفی جبل غار ثور میبروی این میخیل اتمسفر دارده. آینده ده انشاءالله همینجا ده شاید راه بکنن بعد برآمدن فرآمدن همه طرفش آسون میشه با واسطه ماشین قطعی میشه. ماشین های متراش که ای 5 بالا همونا با فیلم که برآمدن میتونن دیگه او چیزاش زورشون نمیرسه. ماشاءالله ما دلشی میریم پیاده
هذا روزا فرزایده. بله 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 گپ بود بالکل درست است. کدام حدیثنا بود میره. همون یوردان شو میکردم در اون. تاریخ ہے پروستا. Uspet che ne mondo da un pesce di بعد شاید که پیشم خیلی جوده ما واجدین میکردیم. اینجا برای اتوبوس ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این قاری صلاحان میدان اومیسای خلاصای گپ دیر کداخی افگور شده گینا خیلی خیلی آفرین یکانی خیلی شوگر چک پاموش بربرش میره واقعی یا اونجا نغلطه یا افتن داری حضرت اوستا. بله مرحمت پیریا با کلام میگیم پیریا با کلام این نیول یوشی جوان تو 30 31 32 33 های حالا که ما دبان شیم اوس حرکت کردیم بگیم با کلام بگیریم استوات سفتیم کی پیر شدیم مردمی پیر دسته فیشمایی پیر انسان با کلام بگیره خوبه یا شوخ گپ نداره. سلام علیکم. یک کالته گرگای بیار. دست سفره آویز کردم و جام کلیند و پاتی کنم بارمو روشون ماشاءالله بهترینه. پلاروی من بدرایش می‌بینی؟ پلاروی من. اول سومو بگذارم ولی سوای خای پیام پریود. الحمدلله برو آمدیم 10% دیگه‌اش موندگیه یار پایین است که یک جام اومدیم اون چیز سوزه کبوتر که پیش بیار ما قفاش کن ها میبینی خدا انشالله بگی آقا خارجان بیا 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 قدبان بیاد سیون کتی بیا اینه کسی که مالوچه در کاره برادر دماسکو در خدمت انشالله با همراه برادرها هر کسی که در اینجا میایه بگیم جو مکانی است که در اینجا کبر و غرور و غرض انشالله وجود نداره مثل یک برادر مثل یک سمیه مثل یک اویله میشن اکثریت مردم خدا کنه که برادری ما به خاطر الله باشه تا اینکه در جنت با هم یک جو باشیم انشالله هم دیگر را بتونیم شفاعت کنیم الله نیابانتون باشه کسی که در حجامه فرخور دارین حجامه بیاین برادر در خدمت رفتیم این خلاصی گپ 90% برو اومدیم به نهایت گرم الحمدلله کم کم آب میگیری خلوات همه شوکی خلاصی گپ کسل نشده اینه دیده ایسین چخیل خینه راه برو اومدن چخیل برو اومدن حاجی نرمالی بدای بیو 4 کیلومتر برو اومدیم ملکه انشاءالله که دوام دوره الله نیابانتون باشه در روزداری هیچ کس توصیه نمیتونم حتی دشمن خدمه توصیه نمیتونی در روزداری نبرو که زورت میایه بعضی ها سروش تو میخره بعضی ها پیش چشمش تاریک میشه خدا نخواسته بود که برای اوسه صلات جنازه مومین حق میشه نه حضرت جان آوش در یولا ها اکومولاتور قطعی این حاجی ما برگشتن الحمدلله خلاص گپ
خیلی شید زور نومد زور تو نومد شکرانه خداوند قوت داد همین شمال وارد برام ماشاءالله پس اینجا فرات و غاری ثور اینا ما تیاره شما برین بفرش لیمو روستی وقتی از پرسمه ساز بدم من غم نتی دقيقة خليني نصور المقطع على قناة يوتيوب ممكن دقيقة على يوتيوب لا बोले दो हाँ तो मैं तो अपनी اي كالي خشونا ميرا وصل جقيديش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تقريبا 4700 چند متر خلاص 4800 متر اومدیم اگر از تو بخریم به جرم 800 متر میشه 4800 متر و دفعه اومدیم 5000 شده بود به خاطر که شاید اگه جای 33 را گشته باشیم پلوس مینوس 4800 متر خلاص بر اومدن اینجا ماه شریف رمضان یگون کس توصیه نمیتونم به خاطر که روزه های عذاب میکشیم مشقت های وقتی که روزه نباشه بیاین ان شاء الله بهترینه این غار ثور غاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا پنهان شده بود از مشرکان مکه به مو خاطر اینجا اومدنش نه سنته نه فرضه نه مستحبه نه واجبه دیگه و دیگه و دیگه از همون خاطر کسی که قوت سلامتی داره برای تاریخ میآید اما وقتی نماز نیاین به خاطر که وقتی که اومدین ای نماز 5 وقته نماز فرضی یعنی دور میشین او ثوابی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما وعده داده در مسجد الحرام میخونیم از امو محروم میشیم با مو خاطر در وقت فرضی نماز نیاین حرکت کنین در وقتای بگیم بعد نماز بامداد بیاین ببینن برای خودتون با هست جایی که غار حرا در اونجا که سوره اقرا نازل شدگی ان شاء الله که اجرم به خواست الله سیونکا میکنیم حاضر این حال داخلش میشیم درونش سیونکا میکنیم چگونه درونش مایده که تنگای رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه حضرت ابوبکر یعنی در اینجا پنهان شده بودن الله سبحانه و تعالی آیت نازل کرد که لا تحزن ان الله معنا یعنی بگو برای صاحبت اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا برای یعنی رفیق دوستت بگو که زیغ نشین غمگین نشین الله سبحانه و تعالی با همراه شما هستی خب ان شاء الله داخل سیون کم میکنیم بیا بریم خیلی واجبو رحمت خدا در ویدیو میدیم این روز بعد همون جایی که ویدیو کردیم همون جایی نبود خدا یک و یگانه ما داخل که امروزت کار میکنم داخل گرانی سختوی ماشاءالله ای همونجا فقط میدم همین صورت تماشا میکردم خداوند من رزق که من مرده که در همونجا بینم اینا ببین خدای تبارک الله حجای کرده که تو درگاهش قبول کنه در حق ما دعا رو فراموش نکنین ان شاء الله شما هم در حق ما دعای شما ان شاء الله قبول هم حاجین هم مسافرین هم غریبین هم در سفرین رحمت خدا ان شاء الله دعای شما اجابت ہے الله نگهبانتون باشه ما داخل میشیم ان شاء الله خوبین دیگه حاجی با الله آمین بسم الله یا با امین گفتن نمیبره کسی است حضور نمیرسه بسیاری کی این پاکستانی بسیاری بد میسن در اینجا باید سیون کشکی داری تو بخمون تلفن نیاوردم تمام تو باید کامera بیاید در جایی که سویده سیون که کنن همین با گفت شما درغانجی در همین جای تنگیل یا نه خب برادران عزیز دوستان عزیز اینجا مکانی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه حضرت ابوبکر
ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اینجا پنهان شده بود از مشرکان مکه و در اینجا آیت قرآن نازل شد که لا تحزن ان الله معنا، یعنی تو غمگین نشن. با همراه رفیقش گفت، با همراه دوستش، با همراه یعنی حضرت ابوبکر که تو غمگین نشه، الله سبحانه و تعالی با همراه ما و شما است. یعنی مدامی که الله با همراه ما و شما باشه باید ما هیچگاه از یگان چیز غمگین نشیم. هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتقی الله یجعل له مخرج. هر انسانی که تقوا میکنه، پرهیز میکنه، الله را از تمام مشکل ها بیرون میکنه. به هم خاطر ان شاء الله که دوام ویدیو رو تماشا کنین چگونه ما اومدیم در اینجا، چقدر بگیم برآمدنی که عین حال همه بگیم چی را محیا کردگیان شرایط اینقدر مشکلی است، اما فکر کن در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه خیلی برآمد، چه خیلی پنهان شین. الله نگهبانتان باشه. میبریم این حضرت ماشاءالله با قد 2 متر چند در جای تنگی گنجیدگی است. چقدر شوشین حضرت ماشاءالله. بیا آساسته بروین کو چقدر میبرین. بسم الله ماشاءالله. خاله جانی ما اومده کو ایو پارا بدرو نیا کنین حضرت با همین قد درازش در آمدگی ماشاءالله. قد بی راست بیا کده قد بتوا تلفن قدی را نمیبره. برا بدرو من اجازه میکنم درست برا حزین شوشتی حقفه مکل برا. این خلاص گپ اینجا نمازا رو میشه جماعت خونده اون ساعت نمیخیل خلاص گپ اومدیم از نصفه را بین. نه حضرت این حضرت ما یو ساعت دروزه ماشاءالله. شخو میکنیم برادر شخو را میفهمه الحمدلله. اینو مساعد رو پرویم ساعت کعبه اینه جای برادر شکر خانم مگه خیلی حاجی ماشاءالله. خلاص گپ باجان کاله تيجي خيرات خوبه الحمد لله. عربي جانتاي الحمد لله. ما شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. من أين؟ هند. من هند. اردو جانتاي لا هندي والعربي والانجليزي الحمد لله. ما شاء الله. فارسي نية فارسي نية. من فارس؟ نحن نقرأ ونكتب فارسي. ما شاء الله. أيضا ولكن نحن لا نستطيع أن نتكلم بالفارسي. ما شاء الله. فين تعلمت اللغة العربية؟ في الأزهر. في الأزهر. نعم. في مصر. طبعا. ما شاء الله. كم سنة درست؟ الآن نحن يعني 1.5. 1.5. نعم. يعني في سنة 1.5 يعني تستطيع أن تتكلم جيد ما شاء الله. الحمد لله. يعني تعلمت بسنة ونص يعني كده جيد ما شاء الله. نعم. يعني ممتاز ما شاء الله عليك. بعض الناس هنا في جامعة الإسلامية يتعلموا 2 أو أكبر من 4 سنوات زي كده ما يقدر يتكلم. والله هذا نعمة من الأزهر. ما شاء الله نعمة من فضل الله. بس أنتم تجتهدوا في الأزهر. نعم. المعلمون ممكن جيد. نعم. يعني ما شاء الله عليكم. الله يحفظك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. رمضان خیم بد اما في رمضان به نهایت آسانه. چکه پرده اومده چی بات کار نمیکنی؟ چی بات جمعی اسم طلبی کار نمیکنی؟ نه پلش نتی. پلش چه داخل شد؟ نمیخواد که باید ما فرویم. نمیخواد ها اونم جایی که کابوتا کیکو. آن اینجا باید ما بیاییم. این اینجا باید ما فرویم. لیکن ما کابوتا جور نیست سبحان الله. چقدر دوره. نمیخواد میفرویم. امری برای کار که میگم طلبی. برای کار کوخی حرام. بندار خلاص گپ. پلنت اینکه آموخته میشن. دیگه کار نمیکنن لادر میشن. بخشش در شکل شمولی محکم افتاو گرم تریش نیم. جای محترمی تشنلب خوش آمده آساسته فروی. چه خیلی اشوشنی ها مانده شدین یا نشدین؟ ماشاءالله بارک الله. مانده را نشده باشین سیر باید نتنکی یاشین. ماشاءالله بارک الله. نبین چه خیلی میفروی کلاسگر را خیلی ماشاءالله هریه آساسته میفروی که میغلطیه که باید صلات جنازه مومین نمیگن و تراویح بخونه. خیلی بیفره میشه او میگیری سرتا میشوی. نه خرا اومدن. نه خرا هم نمیاد چیزارم خرا میارن. او پاوای او یخی خلده میکی. خرا بیچاره رو عذاب میتن.
ماشاءالله. تو نرم میگه که میغلطی. نازیم میبرای با بعد بدم از اون ماشاءالله. میرفتم با برادر میبرم اونجا. کی سال دیگه بگو که دروغ نگوزی. الحمدلله راه نیم کیم. به نهایت فرامدن کم که دشواره. فرامدن شم چطور قینش دیست سبحان الله. اسکرش شوی سبب روزاداریه که آب نمیخوریم. انشالله. چوری دیگهش موندگیه. ماشاءالله هون اونجا برآمدیم. این تبا فرآمدیم. این اقا که جامون مونده. الحمدلله نه این فرآمدیم. مردم میان باش. الحمدلله على كل حال. بین هاید موندهش ایما. لیکن الله میدونه که چقدر موز پیشنک میخونیم. همین خاطر برام برام ان شاء الله میخونیم. ان شاء الله تا اونجا رسوخ سلامت بریم کوشش میکنیم. میخونیم میشه گلاونه کی باید حرام باید میخونیم باشه دنیه. اون چیز مهمه. خیر برادران عزیز ان شاء الله با دعا باشین. اگر معقول تو باشه در کامنت یکون چه بنویسید. السلام علیکم.